این دختر قرار بود برای انجام یه آزمایش و دریافت مبلغ 20 میلیون دلار 24 ساعت داخل فریزر بمونه، ولی به اشتباه به مدت 20 سال داخل فریزر گیر میفته. ولی وقتی به هوش اومد فکر میکرد که فقط یه روز گذشته، بنابراین از آزمایشگاه بیرون اومد و با اتوبوس به سمت خونه رفت. اما حالا وقتی 100 دلار کرایه به راننده داد، راننده به اون گفت که این مبلغ کمه و کرایه چند برابر شده. دختر تعجب کرد و به راننده گفت که دیروز مبلغ کرایه 100 دلار بود، بنابراین راننده فکر کرد که دیوونه است و اونو جدی نگرفت. بعد از این بلافاصله گوشیشو بیرون آورد تا با مادرش تماس بگیره، ولی متوجه شد باتری گوشیش تموم شده. اما در این زمان اون به تعمیرات گوشی رفت تا شارژر بخره، ولی فروشنده به اون گفت که تولید اینو شارژر از سالها قبل متوقف شده. ولی دختر به فروشنده گفت که این جدیدترین مدل این گوشی است و اونو 2 روز پیش خریده. اما کارکنای مغازه فکر کردن که اون یه بیمار روانیه، بنابراین با پلیس تماس گرفتن تا اونو به یه مرکز درمان ببرن. در همین لحظه وقتی افسر پلیس شناسنامه دختر رو نگاه کرد، خیلی شوکه شد و دید که تاریخ تولد اون 1976 است و به نظر نمیاد که دختر میان سال باشه.